الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این که دین و دنیای ما را آباد بکند دستوراتی به ما دادند، هم در مورد دین و هم در مورد زندگانی دنیوی ما. اگر ما عامل بر این توصیه ها باشیم و راهنموده های رسول الله صلی الله علیه و سلم را عملی بکنیم، مطمئناً هم دین ما و هم دنیای ما آباد خواهند بود و ما در هر دو سرا و هر دو جهان سرافراز و موفق خواهیم گشت. یکی از توصیه هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و یکی از احادیث جوامع الکلم و پربار رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی هست در مورد علاج نفسی و روحی و روانی. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند لیس الشدید بالسرعه. جمله بسیار کوتاهی هست، اما محتوایش و بار معناییش بسیار زیاد گسترده و سنگین هست. واقعا این یکی از حکمت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یکی از گفتارهای زرین ایشان هست که برای ما مسلمانان و پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم شایسته هست که این گفتار را به عنوان یک اصل و قاعده در زندگی خودمان قرار بدهیم و این راهنمود را همیشه مد نظر داشته باشیم. می‌فرمایند لیس الشدید بالسرعه. پهلوانی با زور بازو نیست. ما در جامعه خودمان کسی را پهلوان و قهرمان و تنومند مینامیم که زور بازوی داشته باشد، بر دیگران غالب و چیره باشد. از نظر ظاهری معیار ما برای قهرمانی، برای اینکه یک انسان واقعا یک فرد قدرتمندی باشد، مقتدر و قهرمان و پهلوان باشد، زور بازو ملاک ما هست، توانمندی های ظاهری مد نظر ما هست. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند لیس الشدید بالسرعه. پهلوانی با زور بازو نیست. در ادامه همین روایت می‌فرمایند که انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. پهلوان و قهرمان، انسان مقتدر و پرتوان، کسی هست که هنگام خشم خودش را کنترل بکند. هنگام عصبانیت و هنگام خشم گفتارش را، اعمال و رفتارش را کنترل بکند. این انسان واقعا انسان وارثه‌ای هست و بسیار مقتدر هست. لفظی که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به کار بردند، لیس الشدید بالسرعه. سرعه به کسی گفته می شود که همیشه پشت دیگران را به زمین می زند. در کشتی گرفتن از همه قدرت بیشتری را دارد، مهارت بیشتری را دارد و تا حالا کسی نتوانسته که این را مغلوب خودش بکند. همیشه غالب هست، چیره هست بر دیگران. پشت حریفان خودش را همیشه به زمین میزند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میفرمایند این قهرمان هست، واقعا کسی که چنین توانایی داشته باشد و مهارت داشته باشد و زور بازو داشته باشد، این از نظر دین اسلام پسندیده هست و از دیدگاه اسلام مؤمن قوی از مؤمن ضعیف محبوبتر و پسندیده تر هست. اما رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم
ما را متوجه یک امر مهمتری میگرداند. چه بسا انسانهای قوی هستند، انسانهای کشتیگیری هستند، انسانهای پرقدرت و پرتوانی هستند که از نظر زور بازو قهرمان هستند، پهلوان هستند، همه را مغلوب میکنند در مسابقات، اما در هنگام خشم و عصبانیت خودشان مغلوب نفسشان هستند، نمیتوانند خودشان را کنترل بکنند، خویشتندار نیستند، کنترلی بر نفس خویش ندارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که قهرمان واقعی، قدرتمند واقعی، کسی که قدرتش و زورش خیلی زیاد هست، آن کسی هست که هنگام خشم و عصبانیت بتواند خودش را کنترل بکند. این واقعا قهرمان واقعی هست. این که انسان بر دیگران غالب بشود، کمر دیگران را به زمین بزند، گرچه نوعی قهرمانی هست، نوعی قدرت هست، اما مقتدر واقعی آن کسی هست که نفس خودش را بر زمین بزند، نه تنها بر دیگران غالب هست، بر نفس خودش و خواسته ها و هوای نفسانی خودش غالب بشود. واقعا مجاهده نفس، جهاد با نفس، ستیز کردن با نفس اماره و هواهای نفسانی بسیار سنگین‌تر هست و سخت‌تر هست از مجاهده کردن و مبارزه کردن با یک دشمن ظاهری و حریفی که در مقابل شما قرار دارد. از حسن بصری رحمت الله علیه سوال کردند که ای الجهاد افضل، کدام جهاد و کدام مبارزه از دیدگاه شما افضل هست و برتر هست؟ ایشون فرمودند جهادک نفسک و هواک، این که شما با نفس خودت و هواهای نفسانی و شیطانی مقابله بکنیم. اگر مغلوب نفس خود نشدی، مغلوب هواهای شیطانی نشدی، مغلوب وسوسه های شیطانی نشدی، واقعا تو انسان قدرتمندی هستی و قهرمان و پهلوان هستی. ابن قیم رحمت الله علیه یک نقل قولی رو دارند از استاد خودشون شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه. میگوید که ابن تیمیه میگفتند که اصل جهاد با کفار و منافقین اصلش همین جهاد با نفس هست. جهاد با نفس و جهاد با خواسته ها و امیال شیطانی و نفسانی، این اصل جهاد با کفار و منافقان هست. زیرا اگر کسی نتواند با نفس خودش جهاد بکند، نفس خودش را و هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی را نتواند مغلوب بکند، چون این انسانی نمیتواند که اساساً برای جهاد با کفار و منافقان خارج بشود. مجاهدانی که میروند برای مبارزه و جهاد در راه الله متعال و در میدان جنگ و نبرد با دشمنان ظاهری ستیز میکنند، اینها در مرحله اول آمدند با نفس خودشون جهاد کردند، نفس خودشان را مغلوب کردند. نفس انسانی و شیطان نمیخواهد که انسان برود برای جهاد و مبارزه در راه الله متعال. پس بنابراین مبارزه کردن و مغلوب کردن نفس این اولین پله جهاد در راه الله متعال هست. هر کسی که هوای نفسانی خودش را، وسوسه های شیطانی که متوجه او هست، اینها را مغلوب بکند، زیر پا بگذارد و از این عقبه و از این مرحله بگذرد، این انسان واقعا به سیادت میرسد، به قهرمانی و بزرگی میرسد. اما انسانی که مغلوب نفس خودش باشد، تن در دهد به خواسته های نفسانی و وسوسه های شیطانی، چون این انسانی ذلیل خواهد شد، خار می شود در زندگانی دنیا. هم از نظر معنوی خار خواهد بود و هم از نظر ظاهری در میان مردم، چه بسا این خواسته های شیطانی و امیال شیطانی اون رو در میان مردم خار و ذلیل بکنند. مجبور بشود که در پیش مردم
سرخم بکند و دستش را دراز بکند و عزت نفس و کرامت خودش را از دست بدهد. واقعا این گونه هست که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمودند اصل جهاد با کفار و منافقان و مرحله اولش و نخستین قدمش جهاد با نفس و شیطان هست. کسی که نتواند نفس خودش را مغلوب بکند، چون این انسانی اساساً نمیتواند که گام دیگری بردارد و به جهاد با کفار و منافقان برود. این جهاد با نفس اهمیت خیلی زیادی رو دارد و بنابر این اهمیتی که دارد میبینیم که الله متعال این قضیه را، خشمگین شدن را و کنترل نفس را بعد از خشمگینی در ردیف گناهان کبیره ذکر کرده. الله متعال میفرماید والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، انسانهایی که و مسلمانانی که از گناهان کبیره و فحشا پرهیز میکنند و اذا ما غضبوا هم یغفرون، و هنگامی که به خشم می آیند، عصبانی می شوند، خودشان را کنترل می کنند و می بخشند، در می گذارند. پس بنابراین همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پهلوانی با زور بازو نیست. پهلوان واقعی کسی هست که هنگام عصبانیت و خشم خودش را کنترل بکند. بعد از یک میان برنامه کوتاه با ادامه مطالب در خدمت شما خواهم بود. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و ما تو را به سوی همه مردمان فرستاده ایم تا مژده رسان و بیم دهنده باشی، ولی بیشتر مردم نمیدانند. آری بینندگان عزیز و ارجمند، پهلوانی با زور بازو نیست. پهلوان واقعی کسی هست که هنگام عصبانیت و خشم خویشتن‌داری بکند و نفس خودش را کنترل بکند. یکی از علما میگوید که کفر اساسش 4 چیز هست. الکفر فی 4 اشیاء. انگیزه کفر از 4 چیز برمیخیزد. اولی غضب و دیگری شهوت هست. غضب و شهوت و رغبت و رهبت، یعنی بیم و امید. 4 چیز هستن: غضب و شهوت و بیم و امید. اینها می توانند انسان را به کفر برسانند. انسانی که عصبانی هست چه بسا از فرط عصبانیت به کفرگویی برسد و کافر بشود. انسانی که خودش را فروخته به شهوات نفسانی چه بسا به خاطر برآورده شدن شهوتش و برآورده شدن میل نفسانیش خودش را تباه بکند و به کفر و نفاق بزند. بیم گاهی وقتی چنان شدید خواهد بود که چه بسا انسانهایی به خاطر بیم و ترس کفر بکنند. و همچنین تطمیع و امیدوار بودن، حرص داشتن. قطعا ما سراغ داریم در تاریخ اسلام که بسیاری از انسانها برخی به خاطر بیم و برخی به خاطر امید و تطمیع دشمن از راه منحرف شدند و به بیراه رفتند. غضب و عصبانیت واقعا محل تجمع تمامی شرور هست و کلیدی هست برای تمام بدیها و تمام کارهای شر.
اگر ما در زندگانی روزمره خودمان، در جامعه و اجتماع خودمان این موارد رو ما بررسی بکنیم، اتفاقاتی که میافتد، اتفاقات ناگواری اهم از قتل و ضرب و ظلم و تجاوز و تعدی، تهمت زدن به دیگران، دشنام دادن، بی‌آبرو کردن دیگران و بسیاری دیگر از گناهانی که در این ردیف هستند، اساس اینها از همان غضب شروع می شود. در هنگام عصبانیت هست که انسان دچار قتل می شود، امکان دارد دیگری را ضرب و شتم بکند، ظلم و تعدی و تجاوز بکند، به دیگران تهمت بزند، دشنام بگوید، بد و بیراه بگوید، جان و مال مردم را مورد تعرض قرار بدهد. تمام این موارد برمیگردد به همین خشم و عصبانیت. واقعا زیبا هست زمانی که این مورد را انسان درک می کند که غضب منبع تمام بدیها هست و کلید کارهای زشت و شر هست. پی میبریم به دقت توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک روزی فردی آمد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که اوصینی یا رسول الله، ای پیامبر الله مرا نصیحت بکن. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تغضب، خشم مگیر، عصبانی مشو. آن فرد دوباره تکرار کرد که یا رسول الله بیشتر مرا نصیحت بکن. بازم فرمودند لا تغضب، عصبانیم نشو. برای بار سوم بازم فرمودند عصبانی مشو. زیرا واقعا عصبانی شدن منبع تمام این شرور و بدیها هست. پس بنابراین همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند ما نباید خشمگین بشویم. اما خشم نکردن، عصبانی نشدن به چه معنا هست؟ چه بسا که عصبانی شدن در اختیار ما نیست که بخواهیم عصبانی بشویم یا عصبانی نشویم. این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم دو جنبه دارد. جنبه اولش فعل اسباب هست، یعنی شما اسبابی رو به کار بگیرید و راهکارهایی رو مد نظر قرار بدهید که شما را از خشم و عصبانیت دور نگه می دارند. تمرین بکنید بر حسن خلق، خودتون را عادت بدهید بر صبر، بر حلم و بردباری و برداشت کردن. اگر شما به صبر عادت بکنید، به حلم عادت بکنید و برداشت شما زیاد بشود، با تمرین می شود که این موارد را و این اخلاق فاضله را در خودتون ایجاد بکنید. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماند عصبانی نشوید، یعنی این اسباب و این موارد را شما به کار بگیرید تا اینکه به مرحله عصبانیت نرسید که نتوانید خودتان را کنترل بکنید. و مورد دیگر این که اگر عصبانی شدید، یک چیز فطری هست، انسان عصبانی می شود، منتها مواظب باشید که هنگام عصبانیت اون خشم و غضب خودتان را اظهار نکنید، عملی نکنید خشم و غضبتان را. در هنگام غضب شاید شیطان هم به شما وسوسه بکند که یکی را بزن، یکی را بکش، دشنام بده، حرف ناسزا بگو، اخلاق نامناسبی رو در ملأ عام به نمایش بگذاری. مواظب باش در هنگام عصبانیت مبادا آنچه شیطان و نفس و شیطان به تو القا می کنند آنها را عملی بکنیم. این هست توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و واقعا چه زیبا هست. لیس الشدید بالسرعه، پهلوان و پهلوانی بازور بازو نیست. انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب.
قهرمان و پهلوان واقعی کسی هست که هنگام عصبانیت، هنگام خشم، هنگام برآشفته شدن خودش را کنترل می کند. گفتارش را، کردارش را، اعمالش را، تصرفات و رفتار خودش را کنترل می کند. ما چه کارهایی رو انجام بدهیم که ما را کمک بکنند که خشم ما فروکش بکند؟ همان گونه که قبلا عرض کردم، بهترین انسان کسی هست که شهوتش را و غضبش را کنترل بکند. شهوت و خواسته های نفسانی انسان پیرو خط سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. عصبانیت و خشم خودش را در راستای نصرت دین به کار ببرد. در جایی که دین نیاز به عصبانیت دارد، نصرت دین نیاز به خشم گرفتن دارد، در آنجا ما عصبانی بشویم. چون این انسان‌های بهترین انسان‌ها هستند. و بدترین انسان هم کسی هست که خودش مغلوب شهوت و غضبش بشود. انسانی که مغلوب هست نمیتواند شهوت خودش را کنترل بکند. اهم از این که شهوت بطن باشد، شهوت فرج باشد، شهوت خود برتر بینی باشد، شهوت مال و منصب باشد. کسی که نمیتواند این شهوت و این خواسته ها و امیال نفسانی و شیطانی را کنترل بکند، کسی که نمیتواند که در مقابل غضب و خشم خودش پایداری بکند، صبر و حلم و بردباری را پیشه بکند، چون این انسانی بدترین انسان هست. اما برای این که ما بتوانیم بر این توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم عامل باشیم و خشم خودمان را کنترل بکنیم، چه کارهایی مفید هست که انجام بدهیم؟ یکی از این کارها استعاذه هست، یعنی پناه بردن به الله متعال و گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن دو نفر با همدیگر درگیر هستند و یکی از آن دو نفر چنان خشمگین هست، عصبانی شده که رگهای گردنش باد کرده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من کلمه‌ای میشناسم، جمله‌ای رو میدانم که اگر تکرارش بکند این عصبانیتش فروکش خواهد کرد. فرمودند که بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به الله متعال از شیطان رجیم و رانده شده. این روایت در صحیح بخاری و مسلم هست. مطلبی دیگر و راهکار دیگر این است که انسان سکوت بکند. یک فردی آمد در محضر سلمان رضی الله تعالی عنه و گفت که من رو نصیحت بکن. اونم گفت که عصبانی نشو. گفت که من عصبانی میشم، خواه ناخواه من عصبانی میشم، گاهی وقتی برآشفته میشم. آن وقت چه کار بکنم؟ فرمودند که اگر عصبانی شدی فاملک لسانک و یدک، زبانت را و دستت را کنترل بکن. یعنی این که سعی بکن بر خودت فشار بیاور، مجاهده بکن. زمانی که عصبانی شدی، خشم گرفتی، سکوت بکنی. سعی نکن هرچه بر زبانت بیاید نثار مردم و اطرافیانت بکنی. سخته، منتها تمرین بکن، بر خودت فشار بیاور، دهانت را ببند و چیزی نگو در هنگام عصبانیت. راهکار سوم این است که انسان در زمانی که عصبانی هست قطعا در معرض تصرفات متفاوت و گوناگونی هست. امکان دارد با دست خودش به کسی سیلی بزند، امکان دارد با زبان خودش حرفی بزند و فحش و ناسزایی بگوید، امکان دارد با زبان خود، با پاهای خودش حرکت بکند، کسی رو لگد بزند یا به جایی برود چیزی رو بردارد به زمین بکوبد.
پس بنابراین یکی از راهکارها این است به محض این که عصبانی شدید اگر ایستاده اید بنشینید که این محدوده تصرفات و حرکات شما رو کمتر می کند. حتی اگر نشسته اید دراز بکشید، تکیه بدهید، به این صورت بهتر می توانید که خودتان را کنترل بکنید. و یکی دیگر از موارد که توصیه شده در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و در آداب اسلامی این است که انسان در هنگام عصبانیت برود وضو بگیرد. بعد از این که عصبانی شد و وساوس شیطانی، افکار شیطانی در قلب و ذهنش پدید می آید و دستور می دهد انسان را شیطان که فلان کار را انجام بده، انسان برود و وضو بگیرد. یعنی این آب سردی رو بر اعضای خودش بریزد، این خودش تأثیر دارد، زیرا که عصبانیت از گرمی هست و وقتی که انسان بدنش سرد بشود، فشار خونش پایین بیاید، این عصبانیت رو هم در واقع میتواند کنترل بکند. و آخرین موردی که در این زمینه توصیه میکنم این است که انسان نباید رحمت الله متعال را فراموش بکند. مژده ای رو که الله متعال به من و شما داده در صورتی که بتوانیم خشم خودمان را کنترل بکنیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، صفات برگزیده انسانهایی هستند، کسانی که خشم خودشان را فرو میبرند و مردم را معاف میکنند، میبخشند، نه اینکه خشم خودشان را عملی بکنند. این انسانها از انسانهایی هستند که الله متعال اینها را محسن مینامد، انسانهای نیکوکار و درستکاری هستند. در ادامه همین آیه الله متعال میفرماید والله یحب المحسنین، الله متعال محسنان را، نیکوکاران را و درستکاران را دوست دارد. همین که شما خشم خودتان را فرو ببرید شما محسن خواهید بود و محبوب الله متعال. اگر میخواهید که به این درجه برسید الله متعال شما را دوست داشته باشد، پس خشم خودتان را کنترل بکنید و فراموش نکنید همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لیس الشدید بالسرعه، پهلوانی با زور بازو نیست، انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. قهرمان و پهلوان و انسان قدرتمند کسی هست که هنگام عصبانیت بتواند خودش را کنترل بکند. تا برنامه دیگر و مطلب دیگر از رسول الله صلی الله علیه وسلم شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.